استاد اوزی بگیم امین مسئله هم داغی روز شده است. برادرها همسینفا دوستا زنگ میزنن مبلغ میپرسن که اگر داشته باشین قرض دهید. ما الحمدلله مسلمانم مثال نه گفتن نمیتونیم. اگر داشته باشیم نه گفتن نمیتونیم. همین ما میدهیم، همین مبلغ میدهیم، لیکن همین مبلغ بر نمیگردد. همینجا ما چیکار کنیم استاد؟ اگر مثال دو دیگر پرسند، اگر بگیم که نه دروغگو میشیم یا که چیکار کنیم استاد؟ اگر روشنی میانداختید. قرض دادن در شریعت اسلام عمل خوب است. وقتی که به یک بنده مسلمان قرض میدهید ثواب عظیم میگیرید. این بسیار کار خوب است. بنابراین بعضی علما رحمت الله علیهم ذکر کردند که کسانی که قرض را میگیرند و نمیدهند، بعد آدم های پولدار دیگه قرض نمیتیند که میگن که دیگه قسم میخورند که دیگه قرض نمیتیند. برای آنکه قرض میدهند، تا قرض گرفتن بسیار معامله خوب بود. وقتی که قرض گرفتن دیگه هم معامله کنده میشد، هم دشمنی میشد، بدبینی پیدا میشد نسبت بین قرض دهنده و قرض گیرنده. وقتی که قرض میپرسد بعد میبیند و تا دشمنی تا کشتارها شدگی هست. وقتی که قرض طلب میکنید بعدش انکار میکنه، من قرض نگرفتم چیکار کرده میتونی؟ یا بعضیش میگن که من از دعوا میکنم که این برای من مبلغ داده بود که به فلان جا به جنگ رو گفته پول داده بود، اکنون که من به جنگ نرفتم مبلغش دعوا دارد، گفته برفته از ما شکایت میکنم، گفته ترسانیدین. سبحان الله. یعنی که روزی که قرض گرفته بود دوست بود، آدمی بیگانه اومده قرض نمیگیرد. یعنی به همین درجه رسید. بنابراین بعضی علما گفتن که کسانی که قرض میگیرد و نمیدهد و همین سبب میشد که پولدارها به مردم دیگه قرض نمیدهند. وقتی که قرض نمیدید یا بیچاره حاجتش روا نمیشد و شاید تبابت کند. شاید امروز آمده است که مثلا از در بعضی کشورها اول قوه برق میسپرید، بعد شما برق استفاده میبرید. برق با کارتشکه است، همین که مبلغتون در کارتتون تمام شد قوه برق اتوماتیک تمام میشد. بی قوه برق یعنی که زندگی یا اینترنت کار نمیکند. مردم زندگی هاشون امروز مربوط به قوه برق است. همین آدم مثلا میبیاد که آیلی که من مزد من بدی 5 روز میشد، لیکن برای حاضر پول سیبیت سپردن پول ندارم، 5 روز به مثلا برای من قرض ده بعد نمیدهد. همین آدم 5 روز در بی برقی میماند. همین آدم عذاب میکشه، اذیت میکشد. میگن گناهش به همون آدم هایی که قرض گرفتند و در وقتش ندادند و سبب شدند که پولدارها دیگه به مردم قرض نمیدادگی شدند. بسیار آدم ها شاهد شدیم و تاجرها و مردم های پولدار میگن که من از قرض دادن توبه کردگی هستم. حتی یه آدمی که ثروتمند است به یک برادر گفته است که من قسم به نام الله خوردگی هستم که الله مرا لعنت کند اگر قرض دیم به یگان کس گفته است. هر کسی که قرض دادم دشمنم شد گفته است. روزی که میتید خوب هستید لیکن نتیجه بد داد، برای من دیگه قرض نمیتیم. و بعضی آدم های خوب برای خودشون همین خیلی شعار مونده که کسی قرض پرسته بیاد $1000 مثلا پرسته بیاد $100 $50 میتین خیریه، به امیدی که دیگه این پول گیرو من دیگه بی قرضیم. یعنی برای اون که اگر بود تگه طلب کنید در وقتش نتیاد، آدم ها دیگه امانت برداشته شده است، در وقتش نمیتین، حتی بروی خط سیاه میدارن. این بسیار هل جزاء الاحسان الا الاحسان. الله تعالی میگه مگر مکافات نیکی غیر از نیکی باید چی شود؟ باید مکافات نیکی باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم انما جزاء السلف الاداء والدعاء، جزای دادن قرض، مکافات دادن قرض ادا و دعا گفتن. یعنی قرض آورده در وقتش میتید با رحمت میگوید جزاک الله خیرا میگوید، همین مکافاتش است. ها بعضی آدم ها وقتی که قرض بر میگردونید خرسند میشن، میگن رحمت جزاک الله خیرا، میگن که آخه به تو رحمت، به تو الله مکافات نیکیت گوید. میگن که همین در وقتش آورده دادگید به رحمت. یعنی که امروز پولدارها یعنی که شکرگزار و رحمت و سپاسگزاری میکردگی شدیان به آنهایی که در وقتش قرض میده. این خیلی آدم ها خیلی کم است. حتی یک داملا میگن که من اگر قرض دیم فقط به فلانی میتیم، میگن
و یک داملای دیگر نامبر کرده که اون آدم در طول تاریخ، یعنی اگر قرض گیرد در وقتش آورده میتید. برای همین اگر قرض تیمان فقط برای یک کس میتیم، دیگه برای آن کس نمیتیم. یعنی مردم همین خیل شده. سبحان الله. دیگه امر شریعت این است که به مردم دستی دراز کرده، مادامی که دارید دهید. یعنی که حتی وقتی که میدهیدم به خاطر الله دهید و از برگردانیدن آن امیدتون کنده تید در این زمان. سبحان الله. امیدتون رو میکنید بعد میتید از الله تعالی امید کرد. به همین درجه ایمان و به همین درجه مبلغ داشته باشید بله قرض تید. لیکن ما مجبور شدیم به حتی بعضی برادرهای توصیه تیم که قرض نتید یا به نصیحه نفروش کنید، برای آنکه نمیتید، گدایی نمیکند و آمده بار میگیرد به نصیحه و نمیتید تمام، یا قرض میگیرد نمیتید تمام. یعنی این آدم مهنتی شبانه روزی یک آدم به همین دفتری نصیحش تمام است. یعنی اکثری فایده در نصیحه است. اکثری حتی بعضی ها از همین خسته شدن، همه آدمایی که در دفتری نصیحه 10 سال سین قرار دارن اخیر نام مای خط میزنن میمونن دیگه. بله اجر و ثواب عظیم دارد اگر واقعا یک آدم به محتاج شده باشد و دیگه پول داده نتوند. لیکن کسی با همین نیت گیرد الله تعالی اون مال برباد میتونه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه من اخذ اموال الناس یرید اداءها عد الله عنه. کسی که از مردم مال مردم گیرد با نیتی دادن، الله یاری میدهد برای گرداندن. و من اخذ اموال الناس یرید اتلافها اتلفه الله عنه. کسی که از مردم مال مردم رو میگیرد، مردم بعرق جبین جمع کردن، حتی بچهش گاها یه چی خریده تیگود ندادگی هست برای بچهش، $100 برای بچهش ندادگی است، به تو $5000 داد که دکومنت کنی. مثلا امروز نمیتی اون ماله بچهش پدرجان فلان چی خریده تیگود نگفته که ندادگی است، لیکن توی قدر کرد، ایمانت، اسلامت، برادریت قدر کرد، خیش و تباریت قدر کرد. و امروز خیانت میکنی، چیزی که به فرزندش نداد. شاید همسرش چند ماه سین التجا دارد که برایش لباس خرد نخرید، به تو قرض داد. بنابراین بسیار مردم را علم میکند وقتی که قرضشان را بر نمیگردانه آدمایی که گرفتن. برادرایی که قرض گرفتید والله روز قیامت، این پیامبر صلی الله علیه و سلم چه خیلی گفتن که پیش از اون که دینار و درهم شود امروز صاف شوید، روز قیامت ثواب هاتون نمیتید. کسی که مالی مردم گرفتید و ندادید، ثوابتون که تمام شد از گناههای صاحبی مال گرفته به گردن شما پرتافته میشه. اون روز بعد پرسنتش قطعی میشه، زیاد میشه. امروز حالا اینکه همین پول است، همین صاف کنید. اگر که صاف هم نکردید تلفناش بردارید، از وضعیتتون آگاه کنید. میگن که پول دارد لیکن نمیتید. اینش با علم آور است. پول دارد، زندگی خوب دارد، پول نمیتید. نداشته باشد و دیندار باشه، آدمی خوب باشد، میگویند که خیلی پولم به عبادت الله تعالی صرف شد، به یک جای خوب صرف شد. روز قیامت الله تعالی پرسیدم انشاءالله من در یعنی که در خیر هستم یا بخشیدم در خیر هستید به یک بنده پاک، لیکن یه آدم میگیره با پول شما گناه میکند، با پول شما گناه میکند، با مال شما رو نمیگردونه، اینش علم آور است واقعا. بنابراین برادرها به هر حال دینی مقدس اسلام به دادن قرض، به نیکی کردن به مردم، به طعام دادن مردم، یاری کردن به مردم توصیه میدهد و همزمان وصیت میکند که به نیکی باید مکافات نیکی گردانیم.